ما نمیخواید آن روزها را به یاد آریم. حکومت از حال این دهمان خبر نداشت. حتی از درد و زحمت هایی که کشیدیم دستی مدد دراز نکردند. ممکن باری آمده باشند، اما ذره هم فکر نکردند که حال این خلق چی میشده باشد. کسی که آمد این احوال را دیده راه گریز را پیش گرفت. خدا را شکر که یک انسان یاب شد. همچون دکتر به این دهمان آمد و به این وضعیت نگاه نکرده به همه ما دستی مدد دراز کرد. دکترهایی که به این دهمان آمدند انسانهای خوب نبودند. خلق را فریب نموده غارت کرده گریخته میرفتند. اما خدا را شکر که این دکتر خیلی انسان خوب بوده است. مثل پیشین دکتران رفتار نکرد. خداوند از او راضی باشد. عمری دراز به او نصیب کند. از هر بلا نگهبانش باشد. این دکتر مردانوار رفتار میکرد. به هر یکی ما مدد رسانده است. همراه ما میخندید و میگریست. ما از همه چیز عقب مانده بودیم. نه راه داشتیم، نه آب داشتیم و نه آرامی را میدیدیم. اما خدا را شکر که با سرداری این دکتر دارای همه چیز شدیم. حکومت را آگاه کرد تا اینکه به ما کمک رساند. خداوند دولتمان رو، دکترمان رو همه وقت نگهبان باشد. باز برای فرزندانمان در دهمان مکتب شده. وقتی کجاست بوده؟ نمیدونم با خیزبان بوده است. برای کشادن این مکتب تنها دکتر حق دارد. یعنی رئیس نوعی هم رئیس رو به نزد بلندگویک دعوت بکنه. مرحمت. اولا با شما همین را گفتنیم که این مکتب را من آباد نکردم. چند سال پیش به اینجا معلمه که حالا در قد حیات نیست با یک هوس محبتی زیاد به این ده هم میخواست مکتب آباد کنه. حالا باشد این مکتب کشاده شد، اما همان معلمه برای کشادن این مکتب سبب شد. همان معلمه خدا رحمتی زینب. خزبان برفین در کجاست خزبان؟ برفین گفته من این رو فراموش کردم. چی؟ حاضر. خزبان برفین برفین تو در همین جایی. برفین چرا تو این جایی دخترم؟ یه جا بی خبر خودت تنها با یگان جان نرم. برای مادرم گل جمع کردم. فهمو بیا روی مکمن به سری منزل ما دارم. رفتیم دخترم. یک سال پیش مرا با وظیفه رئیس ناحیه تعیین کردند و با رازیگی شما این وظیفه را من صاحب شدم. این مکتب را از وقتی که من رئیس تعیین شدم با یاردن شما آباد نمودیم. معمار اساسی این مکتب شما میباشید و همین را با شما گفتنیم که از نام تمام ده میخواهم که این زنی حاضر ایستاده این مکتب را کشاید. مرحبا. بسم الله الرحمن بنردی پدرم میروم. پدر جان ابراهیم با دقت باش پسرم. پدر برای شما همه قرصد میزند. شما رو همه دوست میدارند.
دلا یلماز در کجاست؟ دیر ماندیم کو. برای برفین رفته است. صفا انا آمدم. برفین؟ اوه شیرینک. برای مادرم گل جمع کردم. خیلی گل‌های زیبا جمع کرده. کاری خوب کردی، آفرین. بیا کنار رفتیم. مادرت ما رو انتظار است. میلش میرویم. برای پدری من هم خرسک زدن. برای پدری من هم خرسک زدن. بیاید اکنون رفتیم بحث پسرم، نکنید. رفتیم. رفتیم. برای تو گلهای دوست داشته‌ات رو آوردم مادر جان. کاش که باور می‌بودید مادر جان. آمین. الله. ابراهیم مادر دارد، او را نوازش میکند، اما شما نیستید. من باشم پدرم را نوازش میکنم. کمم بینم. اینها زیخ نشو پسرم. خودت را چقدر زیبایی. شما. اگر اجل آید تو را خبردار نمی کنم. همش در دست خداوند. تقدیرش همین بوده است. اگر از دستم می اومد رو نجات می دادم. اگر کمی دیگر بر وقتتر می اومدم شاید او زنده می بود. تو چه ها میگویی پسرم؟ تو برای تجهیزات رفتی، آخر لازم بود. بین این دیه همین خیلی شد اگر نمی رفتی. برفین خوب شد که تولد کرد. همه‌اش نصیب است پسرم. از دستمان چی می آید؟ خداوند یک برفینم را گرفت و با عوضش دویم برفین را به ما داد. رفتی اکنون خودت رو به دست گیر. تمام. بیا دخترم. بیا شیرینک من میرویم. بیا دلا می رویم. دیر نمانده با توی آقای رشید باید رویم. طاهر نرویم نمی شود. نمی شود دلا. آنها خیلی انسانهای خوب هستند. اگر دعوتشون را رد کنیم دل شکست نمی شود. اگر در راه یگان حادثه شود یا اینکه به دست تروریستان افتیم، خودت میدونی اکنون ما تنها نیستیم. ابراهیم هم با ما است. نترس دلا. اگر یگان حادثه شود در همانجا می شود. بیا. الو. فهمیدم. باز یک حادثه دیگر. چقدرن آنها؟ مکانشان در کجاست؟ فهما با عائله هایشان خبر رساندید؟ من حالا با توی می روم. بهتر به نزدتان می آیم. میلش. چی شد پسرم؟ باز یک مکانی کشته شده ها را پیدا کردن. صدها نفر کشته شده است. همه این کارها را پدرم کرده است. گناهکاری اساسی پدرم است. اوه پسرم، اوه کاش همون روز می پروندم. اما نتوانستم. زود باش پسرم، لباسهایت را عوض کن و برفین و یلماز را گسل کن. خیلی دیر شد. میلش مادر. زود باش. مادر. ها؟ گپ زن پسرم. من حجتهای پدرم را پیدا کردم. چه میگویی پسرم؟ کی بوده است؟ من جسارت نکردم که گوشو را بینم. مگر این خیل می شود پسرم؟ سرت را به سنگ زده آن را پیدا کردی. چرا نمی کشایی؟ کنی کشاده بینم که کی بوده است؟
در کجای چتین؟ زود آمادشم می رویم. به هیچ کجا نمی روی. به هیچ کجا. زلال. بله زلال. زلالم. رویت را عوض نمودی چی شد؟ باز تو را پیدا کردم. میبینم که تنها رویت عوض نشده است، آدمگریت هم عوض شده است. زلال، سلاح را گرفتی. من را میپرانی مگر؟ من شوهرت هستم. سلیمانی شوهرت. سلیمانی نامرد. زن و کودک را پرتافتن مردی نیست. من برای شما شده اینجا را ترک کرده رفتم. نخواستم به شما ضرری رسد. همراهتان نباشم. همان شما را نگاه بین میکنم. تو مرا کشتن میخواهی؟ مرحمت پران. تو دروغ گویی. همه وقت دروغ میگویی به من. من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. میدانم که به گفته هایم باور نمیکنی، اما من برای تو و فرزندانم شده این کارا کردم. تو چگونه پدر هستی که با ما این طور رفتار کردی؟ ما را پریشان نمودی. چی کاری کرده‌ات بود سلیمان؟ چهل پدر، چهل شوهر. من با آیل دیگر بازی نمیکنم. این کارا کاری مردانی بیهنر است. کاری سلیمان میباشد. من اکنون سلیمان نیستم. وای که ها مرده رفت. تو در کجا بودی؟ کمی مانده بود که این زن من را پراند. چه کار میکنی تو؟ من این کار را حالا مگر بس این کار است؟ زود به من کمک کن. یگان کار از دستم نآمد. گریخته رفت. زیغ نشو مادر، شما گناهگار نیستید. من البته پدرم را پیدا خواهم کرد. کی میداند که برای این بیچاره مردم چه نقشه ها دارد. زمینی نوبتیه که در نقشه امان می باشد انه اینجاست. فقط برای مشرف شدن و به دست آوردن این زمین با رشید گپ زنان کردن لازم. اما او از سودای زمینش سرکشی می کند. بدبختانه دیگر یگان علاجی نداریم. برای حل این مسئله به معرکه رشید باید یگان فتنه آماده کردن لازم و بعد شما را برای چیزی خواسته‌تان تأمین خواهیم ساخت. به ما باور کنید، شما را در نیمه راه نمیگذاریم. البته شبهه نکنید. جناب کار را دیده برآمدیم. سبب سر زدن نوتینجی را یافتم. وقت را از دست دادیم. چتین؟ چرا اینقدر دیر؟ همه عملیات ها ناتمام. چی کاری میکنی نمیکنی؟ عملیات را آغاز کن. ولی شما حقیقت جناب، اما خاطر نشوید. این مراتب همش را خوب فکر کردم. گپ را زیاد نکن و زود گپ زن. چه معلومات به دست آوردی؟ اینجا معلومات اوید از کران و عائله تیمور است. همسری تیمور 15 سال می شود که با شوهرش خیانت میکرده است و آن شخصی که با همسری تیمور رفت و آمد دارد این پسری رشید خلیل می باشد.
وقتی که تیمور اویدی همسرش و پسری رشید این خبر رو شنود و توی خودش با عسکرانش حمله میکند، آن وقت ما به مقصد خودمان میرسیم. ایستو پسرم، ایستو. پسر نازنینی من، در این پسر من میمیرم. کنی راه گرد، لباست رو بینم، راه گرد. این شیر بچه را بینی اینقدر زیبا شده است. مایرم به من گوش کن. ها؟ پای افزارهایم را رنگ کردی؟ بله پدر، آنها را رنگ کردم. من در نزدی در ماندم. این خیلی باشد، خیلی من خوب. هم از گذر زنک. آفرین، آفرین. و خدا در ده همون کلینی زیباترین کلینی من است. دیدی من هم زیبا شدم. باید با تو گوید زیبا بودند را. آره تو از همه زیباتری دختر جانی من. مایرم ها؟ برای تو طلا گرفته بودم، در کجاست؟ خواطر نشو، در برم هست. پسرکم، این قدر زیبیده است. این قدر زیبیده است. سعید، سعید، تو اینجا چیکار میکنی؟ گفته بودی نمیایم. از مکتب برای توی جواب گرفتم. خوش آمدی پسرم، خوش آمدی. دستتون رو بوسم پدر. خوش آمدی سعید برادر. خوش آمدی سعید. تلفن آوردی؟ آوردم. مبارک شود، مبارک شود. هنی بینم من میره دورت میگیره. اما کش برای پسرم چیزی خوب امینه، دخترم دستی امکش رو بوسه کن. این برای تو. امک جان، یک دیگر تو رو دیدید و همه چیز رو فراموش کردید. زود باشید، رئیس ناحیه میاد. او را پیش گرفتن لازم. زود رفتیم پسرم. بیا رفتیم. گذارید به این طرف گذارید. خوش آمدید. تشکر. تیمور، یک نفر آمده است تو را سراغ دارد. خیر است، کی بوده است؟ از تشکیلاتی به نام چتین یک شخص گفت خیلی گپ مهم داریم. آفرین همه بیرخته سلام سردار، مرا خواستید؟ تو راهبر نجات دهنده های همین خیلی؟ بله همینطور. و تو یک وظیفه میدیم. آقای رشید یک پسر با نام خلیل دارد. تروریست بودنی او را معلوم کردیم. نه برادر، شما خطا میکنید. خلیل این خیل بودن نمیتواند.
نمیتواند. همین خیر به من گوش کن برادر. این جناب رشید یک پسری دیگر دارد. خودت میدونی یک دو کار رو راهبری میکند. در اصل به تشکیلات ضرر رسانیدن کاری خوب نیست. خلیل هم مثل برادرش با دوست داشته‌اش چی کارهای خوبی نکرده است. از تو همین رو میخواهم. او رو باید دستگیر کنی. یا توبه تو چی ها میگویی؟ نزدیدش کی بود است؟ واه برادر، این کیست؟ این زن همسری من محرم است. نه باور نمی کنم. این دروغ است. دروغ. یعنی تو هم برادر دروغ است گوی. باباش همسرت بودنش رو نمیدونستیم. طبق معلوماتی ما 15 سال میشود که یکدیگر رو دوست میدارند. دروغ است. تو دروغ میگویی. دروغ. بعد تو میگویم همسرت بودنش رو نمیدونستم. مگر راست است؟ 15 سال می شود که او به من خیانت می کند. آه زنی بیشرف، تو مرا شرمنده نمودی، آبرویم را ریزاندی. تو را زنده نمیمانم بیشرف. آرام باش، حالا سراسر من نشو. تو چی ها میگویی؟ من چخیل میتوانم این را طاقت کنم؟ انسانی ناموسداری سازن نمیتواند. این ننگ است. من به تو کمک میرسانم. تو ناموست را تازه میکنی. ما باشیم از این وظیفه خلاص میشویم. و تو یک چند عسکری دیگر میدیهم. اگر تو را حبس کنند یک روز نگذشته تو را از حبس رها میکنم. حالا چیکار میکنیم؟ چخیل میشود این کار؟ کم ترپس برای کمک میآیند و توی حمله میکنند. این عملیاتی تشکیلات میشود. تو را در حال به خارجه میفرستید. مدام که خیر باشد آدمانت را گوی زود بیایند. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. حاضر میآیم. مادر این خیل می شود رئیس حاضر که آمدید. در اصل من یک خبر رو رساندن آمدم. به نزدیکی در دهه شما ساختمان مکتب شروع می شود. سبب اینجا را انتخاب نمودنم در آن بود که دهه شما نامدار است. چی خیل نامدار رئیس، شوخی نکنید. طبق معلومات ها به این دهه تا حال یگان ضرر زیانی نرسیده است. با سرداری شما این دهه خیلی اینجا آرام مانده است. حتی تشکیلات یگان ضرری نرسیده است. خدا را شکر میکنم تا وقتی زنده ایم قدمشان را به این دهه گذاشتن نمیگذاریم. آفرین. اپاتیبال مرا به بخچه بره. آخی در اینجا بخچه ای پیدا کنه در کجا جونم. آفرین. خدایا چی گویم؟ بیایید ماشین جو ببرم. رفتیم. خزبان کجا میره؟ احتیاط کن میلش. خزبان لبن. باز دیر نماندیم. کمتر بعد برم. میلش دیر نمیمونیم. زود برمیگردیم. رفتیم چیز نکنیم. رفتیم. معلم سعید، تو از همین دهه‌ای؟ بله، آقای رشید خشم است. پسرم که پدرم میباشد. با توی پسرش اومدم. تو عقلت خورده ای؟ حاضر ما رو میبینم. میبینم جونم. هم از پس توی آورم. کسی میآید. من سوار میشم. استید نداریم. احتیاط باشید. استید نداریم. نداریم من نمیگویم. من نشینم. با کوه میرم. اپاتیبال مرا شنونیم. راستی اگر او را بدنی گیری خیلی ثواب میگیری. سین سالش هم جوان.
درست قید کردی که به تو بسته بودم الدا به خدا پیسا گفتید که همین 3 سالش جوان است راست میگفته باشه بله فهمیدم وای با گپی من راضی میشود باشه البته راضی میشود این رو بینه ده و راضی باشد من راضی نمیشم الدا ها کیزبان جان تو چیکار میکنی اینجا از پسی تو آمدم از پسی تو برای فرزندان چیکار کردم تو باز از بالای من زن میزنی نزن چی کردم ایستو کیزبان یک دقیقه ایستو کیزبان بین من پولهای داده شده رئیس آوردم تویی که با زنهای کبقه دیدم حاضر ملیکه که مگر همین خیلی گفته هایم راستان شده آمدی تا این که این زن رو با خودت بری هم تو چیکار میگویی کیزبان جان بس است تو از من چیزی رو پنهان میداری هم چیزی رو پنهان میداری تو چیکار میداری کیزبان تو با کی آمدی خودم تنها آمدم باز با کی می آمدم نزن خدایا من باز که کنو فراموش کردم کیزبان حالا من با تو در خونه گپ میزنم فهمیدی نه نمیشود این کارا کرد بیا اینها رو تقسیم کنیم زود مایلش خودم میدونی روگر برویم گیر نوشین را با خود می آیی از پسی کار بچه ها وقتی کار هم فرا رسید این چی کاری کردهتون بود من به شما نگفتم احتیاط باشید و مادرت نگوی که ما رو جنگ میکند بار دیگر ما رو نمیگذارد بگذارید شینید بار دیگر مبارک شود خوش آمدید راهی سفید به شما باز بیایید تشکر به شما باز از مکتب نمانی سعید خواندن لازم است میدونم فقط تا پگاه جواب گرفتم راهی سفید رئیس ناحیه همینجا ابراهیم چرا میسولفی؟ چی شده است هیچ چیز نشده است دیلو البته یکون چیز به دهانش رفته است همین خیلی بله اما آماده باشید زود این کار را به انجام رسانید ماشین ما را انتظار است زود از اینجا میگریزیم این کار را باید نمی کردیم میرم بخیر است چیکار میکنید خائن‌ها این از جزای شما
کردید این تمام چی گناه داشتن این چی کاری کرده تو پدر؟ خدا با تو یه چیز نشده هست؟ تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی تیمور؟ تو چی کار کردی؟ خلیل برادرم خلیل خلیل قربانت شوم مرا تنها مگذار چی کار کرده تیمور؟ برادرم را کشتی چی کار کردی؟ چه بدبختی به سر ما آمدی تیمور؟ الو نقطه پلیس است در دهه آقای رشید فلاکت رخ داد زود باشه یارادور خیلی زیاد است مرده هم زیاد است زود باشه آخه شما چیکار کردید؟ کودکان چه گناه داشتند؟ با من گوش کن اگر دهانت را پوشی خوب می شود ما کاری خود را کردیم دولت را نجات دادیم مگر همین خیل نجات دادن است همش خویش و اقربای من بود برای چی آنها را کشتید به دولت چی ضرر رساندن آنها دمت را گیر با ماشین سوار شو اینجا بیا دختر مادر چی کار میکنی اکا؟ با اینها خیش تباریمان تمام شد اکنون بینمان دعوای خونین است راه کرده خونه راه کرد دست مرا میگویم تو دخالت نکن مادر جون اکا شوهرم رو دادن پرانم مرا سردهت میگویم سردهت رو مادر جون بیا پر خونه دست رسول مولد چه با پسرم البته یک گنجارش رو میابیم بیا پسرکم بیا رفتیم بیا راه کرد این کار رو اکا خونمون رو نسوزد خانه پانه نماندن آن بیشرفان رو با این کار کرده چون زنده نمیگذارم اکا در بداخل گذر مادر جون همه این مردها را جمع کنید قصاصگیری می رویم
ابراهیم پسرم با تو چی شده است پسرم؟ ابراهیم خوب هستی ابراهیم؟ قزمانداریش در کجاست؟ نمیدونم در سمکه تو بود؟ در ماشین زود رفته بیار. پسرم خوب هستی؟ انشالله که خوب است چیزی نشده. بمانده اپا تو بامبا تو گفته بود که ندار اما تو چی؟ گوش نکردی. چی؟ قزمان چرا تو اجازت میدهی که پسرم دعوت؟ من چی؟ من نگفته بودم که ندوید. نگفته بودم. طاهر زود این رو به بیمارخانه بردنم لازم. از دور دیده کنه اونها رو بینظر. پسرم کنی اینجا بیو. صحت میشوی. گبزن الدا. الو زود باشید تویر یعنی رئیس همه اسکرانی نجات دهنده به ده حمله کردن خیلی انسان ها را به قتل رسانیدن باز بینی این اهالی نفهمی رخ داده است چی؟ من حاضر میایم شما انتظار شید البته میایم بخیر است طاهر چی شد طاهر؟ در توی ناخوشی رخ داده است شما با بیمارخانه طاهر ابراهیم چی میشود؟ یولماز شما رو بله من خودم حل میکنم اگر من با آنجا نروم کشاکشی میشم مالش من خودم رو میبرم تو خاطر نشو خیر تو از پای کار است خوب مالش بیا درو مرا سر دیگه مادر از اینجا نمیبروی من رفته برادرانت را پیدا میکنم از اینجا گریخته میرویم من زن و کودکانم را تنها گذاشته به کجا روم مادر به استانبول میرویم اونجا برای ما بخطر است اگر اینجا مانیم ما رو زنده نمیمانند پسرم نازل و امینم چی کار میکنن تنها است وضعیت کمی خوب شود ایستو شین اینجا به حکومت رفته یگون علاجش را مییابم البته مییابم نمیخواهم که به شما یگون ضرر رسد فهمو مرا در اینجا انتظار شو مادر چه کار کنم پسرم خدا را شکر بیلال در کجاست؟ نمیدونم مادر باری آخر در توی دیده بودم پدرم برای چی این کارو کردم مادر پدرت رو یک طرف کن من از یک قدرم من رفته بیلال رو پیدا میکنم در حال از اینجا برآمده میرویم زود باش اکا با کجا میروی؟ برای گرفتن زن و کودکم میروم سعید ایستو اکا تو رو میکشم فکری مرا نکن سعید شما رفتن گیرید مادرم که آید حقش را حلال کند بود من تا زن و فرزندم را نگیرم به هیچ کجا نمیروم این کارو نکن اکا خوردار نشد سعید گفتم کارو نکن اکا التماس میکنم نرو سعید با تو گفتم خوردار نشو سعید خوردار نشو خوب میشود بیا رفتیم بیا پسرم بیا کمک انتظار هستیم زودتر باشید
پدر آنها را پیدا نکردم. نیستند. کاری کرده آنها را پیدا کنید وگرنه در بین خلق شرمنده خواهیم شد. با جان دل پدر. سعید سرم چی شد؟ اکا در کجاست؟ برآمده رفت. مرا بیهوش کرده برای گرفتن اویلش رفت. چیکار کردی احمد؟ با من گوش کنید. از اینجا به هیچ کجا نبروید. میلش من حاضر می آیم. چی شد خاله؟ کمک شما لازم است. وضعیتم خوب نیست. پسرم احمد را میکشند. شما آرام شوید خاله. خودتان را بدست گیرید. کنی اکنون گپ زنید. چی گپ شد؟ شوهرم این کار را کرد. به توی حمله کرده تمام خلق را کشت. آقای رشید کلین و بیرم را از پسرم جدا کرد. پسرم باشد برای آیله شده به نزد آقای رشید رفت. اگر زود به آنجا نرویم او را میکشند. فهم خاله. آرام باشید. به آنجا برویم. بهت کنی گذارید. میرویم. رفتیم. وضعیت چطور است کمیسر؟ مرده و زخمداران زیاد هستند رئیس. وای چه دهشت است. مانده نباشید آقای مفتش. تشکر رئیس. از این پس ما را چه دوای خونین انتظار است نامعلوم. با جناب رشید واخوردید؟ متاسفانه واخوردن نمیخواهد. آقای مفتش پسرم احمد رو دیدید؟ او در چه احوال است؟ از آمدنمان تا حال یگان واقعی دیگر نشده است. خدا را شکر. جناب همدردیم را قبول کنید. خداوند به شما صبر دهد. میدانم که شما خیلی خشمگین هستید. میتوانیم گپ زنیم؟ تشکر رئیس. گپ زدن نمیخواهم. مرا گوش کنید جناب.
پدر جون زود باش. بیا دخترم. دخترکم. امینا ایستو. زودتر باشید. امینا. بیا دخترم. امینا کیستر. احمد بیا دخترم. چی گپ است آنجا؟ امینا در اونجا موند. ایستد. ایستو. ایستد بگویم. بپرانم. تو چی کار میکنی؟ اگر پراندنی باشی اول مرا پران. سلاحایتان رو گذارید. جناب رشید، من به سلاحم. یعنی دولت به سلاح است. اکنون شما هم سلاحایتان را گذارید. این کار را باید به خوبی انجام دهید. گیرید. با من دخترم رو دهید پدر. ما یگان دختر رو نمیدونیم. زود از اینجا روید. شرم نداشته باز دروغ میگویی ها؟ ما میدونیم که دختری ما در خانه شماست. و تو کی حق گپ زدن را داده است وقتی که آقای رشید همینجاست؟ پسرم راست میگوید رئیس، یگان دختر نیست. خانه رو جستجو کنیم رئیس؟ لازم نیست. کمی باید صبر کنیم. برای چی جستجو نمیکنه؟ دخترم در آنجاست. چرا دخترم رو با اونها بگذارم؟ اگر حاضر جستجو کنیم دوای خونین تمام نمیشود. با کودکانتان یگان ضرر نمیرساند. اگر حاضر به زوری در آمده کودک را گیرد، دولت باوری آنها را از دست میدهد. شما میفهمید یا نه؟ وضعیت ناآرام میشود. بله دخترم، رئیس راست میگه. بیا رفتیم دخترم، بیا میرویم. بیا پسرم رفتیم لازم. فرمان علم هواره دجمم كتيونا مغروهاره اما زردوش خوب گرن لوری کافی حمستی ندن دوست حمستی دهانت من نمیخورم گفتم. من بلدی مادرم میروم. مادر امینا بیا اینجا. اینقدر سال سرپناه همان بودی. در آخر ما را به این روزها رساندی. همه را برباد دادی. این روز همه را ترک کرده میروی. خدایا ما را در پناهت نگاه دار. ولاتی چی زوره که خدا چی دوست بیاره. دور گلو هوالا ولاتی چی زوره غریبی چی زوره.
پلیسان استانبول در یکی از منطقه‌های شهر یک چند کیلو مواد مخدر و یک چند نمود سلاح را دریافت کردند. این روز باز خبری تازه‌ای به ما رسید. چند نفری شب را همینجا روز میکنید. صبح آمده شما را از اینجا میبرند. بعدم به خارج فرار میکنید. از آنجا میتوانید به دیگر جای. یعنی باز میتوانیم به وطنمون برگردیم. بسیار نلب. فصلدار در این باره همکاری ما از جای واقعه خبر میدهد. ولی تماشاگران گرامی، اکنون در یکی از مناطق کشور در دهه آقای رشید یک ناخوشی روی داد که بسیاری از تهمت کنندگان ضرری جدی و به قتل رسانید. باعث سر زدن این ناخوشی یکی از سرداران نجات دهنده این دهه آقای تیمور با همراهی 4 نفر عسکر به این توی حمله کردند. در این نواری که شما ما رو دیدید، زنی باقری بیرم همسر تیمور یکی از برادران یکه و تنهایش رو با نام خلیل در نتیجه از دست داده است. در این حادثه من چیکار کردم؟ این چی کاری کردم بود؟ ایسته نجوم بیده جوهدان. اگر از در بیرون برایید قسم میخورم که میپرانم. البته خون انسانیت جوش میزند و برای همین هم کار تمام جناب قرمزی. طبق گفته‌تان کار را انجام دادیم. حالا اکنون دعوای خونین سر شد. بین عائله رشید و تیمور جنگ و جدال سر شد. انتظار میشویم که کی این عائله ها یکدیگر را میکشند. برای گرفتن نقطه‌های نفت کارمان آسان شد. نه سردارم، هیچ کس حالا مقصدی مرا نمیداند. همه این کارها تنها برای نفت بود گوی؟ برای این ما را به چنین حال گرفتار نمودید؟ آرام باش. حالا صبر کن. عسکران آیند همشان نقل خواهی کرد. به پسر رشید زنگ زده گویم یگان دوای خونی باقی نمیماند. الو، من سردار نجات دهنده ها تیمورم. برای یک خبر زنگ میزنم.